با درود فراوان خدمت شما. در این ویدیو میخوایم یه نگاه اجمالی به نظریه تکامل یا فرگشت بندازیم و مختصراً ببینیم که این نظریه چی هست و از طرف چه کسی مطرح شده. چارلز داروین، دانشمند معروف زیستشناس بریتانیایی، در سال 1883 میلادی در کشور انگلستان متولد شد و در سال 1858 یعنی 158 سال پیش داروین بعد از 30 سال مطالعه نظریه خودش رو با نام انتخاب طبیعی منتشر کرد. انتخاب طبیعی در حقیقت نظریه‌ای هست که تمام موجودات زنده رو از یک خانواده میدونه و مدعیه که پیدایش تمام جانوران از یک چند سلولی در آب و دریا به وجود اومده و طی میلیون ها سال زمان تک سلولی به موجودات چند سلولی مثل باکتری ها و به تدریج به ماهی ها و بعد به خزندگان و در نهایت به پستانداران فرگشت یافته و یا به عبارت دیگه تکامل پیدا کرده. این نوع نظریه و این نوع تعریف شاید برای افرادی که آگاهی و شناختی از این نظریه ندارند و یا اطلاعات بسیار محدودی از علم فرگشت یا به عبارت انگلیسی evolution دارند ممکن است بسیار عجیب و یا حتی غیر معقول به نظر برسه. درست مثل اینکه به شخصی که هیچ شناختی از موبایل و یا تلفن همراه نداره بگیم که ما میتونیم با یه شخصی در یک قاره دیگه به طور مجازی ارتباط تصویری برقرار کنیم. خب مسلما اون شخص چنین چیزی رو باور نمیکنه، ولی اگر ما در ابتدا فرد رو با تلفن همراه آشنا کنیم و با مزایا و قابلیت‌های این وسیله آشنا بشه، شاید دیگه اونقدر هم این وسیله براش غیر طبیعی نباشه. دسته دوم از افرادی که با این نظریه مغایرت دارند اشخاص دیندار هستند. چرا؟ چون که نوع باورهای دینی که دارند به اونها اجازه پذیرفتن چنین نظریه‌ای رو نمیده، چون که همونطور که میدونید افراد مذهبی و خلقتگرا معتقدند که یک خدایی جهان رو در طول 6 روز اونم به طور ناگهانی به وجود آورده و انسان رو از خاک آفریده. البته این نوع عقیده هم خیلی معضل داره که یکیش هم اینه که در زمانی که خدا تصمیم به خلق کردن جهان میگیره زمین و خورشیدی نبودن که مدت زمان 6 روزشو بخواد محاسبه کنه، چون همونطور که میدونید گردش زمین به دور خورشید شب و روز رو ایجاد میکنه. از این جهت مفسرین و سفسطه‌گران گرامی مغلطه میکنن که نه، منظور خدا از 6 روز 6 دوره بوده، که حالا این جانب نمیدونم اگر منظور خدا 6 دوره بوده خب خودش میتونست بگه 6 دوره. و بگذریم از این مسائل بی سر و ته. بحث ما امروز روی فرگشته که در حقیقت به معنی تحول و تغییر شکله که در بسیاری از مواقع به اشتباه تکامل خونده میشه. عمر سیاره زمین 4.5 میلیارد هستش. حیات بر روی این سیاره 3.5 میلیارده که آغاز شده. حیات انسان ها حدود 1,600,000 ساله که شکل گرفته. هر کدوم از موجودات به یک شکلی فرگشت یافتن. یک گربه، یک ببر، یک شیر، همه از یک خانواده هستند. یک انسان، یک میمون یا یک شامپانزه، اونا هم باز به همین ترتیب از یک خانواده هستند. یک موش، یک همستر، یک خرگوش، یک خوکچه، یک سنجاب، یک سمورچه، یک راسو و میلیون ها موجودات دیگه همه به یک شکل فرگشت یافتن. باید بدونید که فرگشت در میلیون ها سال اتفاق میفته و چیزی نیستش که به یک بار در موجودات ایجاد بشه. مثلا اینکه کی ما انسان ها از شامپانزه تبدیل به انسان شدیم هیچ جوابی نداره. مثل این میمونه که بگیم آخر زمین کجاست؟ زمین نه اول داره نه آخر. فرگشت به طور تدریجی در موجودات اتفاق میفته. خب بریم سراغ اصل مطلب. این جانب در اینجا قصد دارم که فقط دوره آخر حیات زمین رو مورد بررسی قرار بدم، یعنی دوره کواترنری.
که اگر کل زمان پیدایش موجودات زنده یعنی 3.5 میلیارد سال پیش تا حالا رو معادل یک شبانه روز 24 ساعته در نظر بگیریم، دوره 2 میلیون ساله کواترنری کمتر از 1 دقیقه آخر این شبانه روز خواهد بود. این دوره رو هومونیدها تشکیل میدن، یعنی انسان نماها و پستاندارانی که قادر بودن روی 2 پا حرکت کنن که از 1,600,000 سال پیش شروع میشه، که اگر ما بخوایم گونه های منقرض شده اجداد انسان رو نام ببریم به طور مجموع و دسته‌بندی شده باید بگیم آردیپیکوس ها یک دسته از اجداد انسان ها بودند و بعد کینیونتروپوس ها و سپس آسترالوپیتیکوس ها و در نهایت هومونید ها، که ما اگر بخوایم گونه های هومونید ها رو نام ببریم باید بگیم هومونید ها در واقع اجازه بدید که من خدمتتون بگم اول از هومو هابیلیس ها شروع میشه. هومو هابیلیس ها اولین گونه های این دسته بودند که حدود 1,600,000 سال پیش زندگی میکردند و بعد هومو ارگاستر ها بودند و بعد هومو اوروکتوس ها که حیاتشون برمیگرده به 1.5 میلیون تا 800,000 سال قبل. همینطور هومو نئاندرتال ها و بعد هومو ساپینس ها که ساپینس ها انسان های امروزی میشن، یعنی ما انسان های امروزی آخرین گونه از هومونید ها هستیم، از دسته هومونید ها. فسیل هایی که از دیگر هومونید ها پیدا شده و در لابراتوار ها مورد بررسی قرار گرفته به راحتی میشه فهمید که حیات این گونه ها به چند هزار سال پیش برمیگرده. انسان یک گونه از جانوران پستاندار محسوب میشه. البته اینو از نظر علم عرض میکنم، وگرنه در دین انسان یک تافته جدا بافته است واسه خودش. ما با سطح درک خودمون به راحتی میتونیم متوجه شیم که انسان با سایر پستانداران از نظر فیزیولوژی هیچ تفاوتی نداره. من خدمت شما بگم که اگر بخوایم دی ان ای و ژنتیک انسان ها رو با سایر حیوانات مقایسه کنیم خواهیم فهمید که تفاوتی به اون صورت وجود نداره. ببینید حدود 96% از دی ان ای ما انسان ها شبیه به دی ان ای شامپانزه هاست. ما تا حدود 96% از نظر ژنی با شامپانزه ها مشابهت داریم. حدود 75% از دی ان ای ما شبیه به سگ هاست. حدود 88% از ژن های انسان با موش ها مشابهت دارند. حدود 85% با گاو ها، 73% با ماهی ها و 65% با مرغ ها. حالا دیگه چه برسه ما بخوایم از لحاظ ارگانیستی و فیزیولوژیک انسان رو با سایر حیوانات مقایسه کنیم. یک گاو چشم، قلب، مغز، ریه و کبد داره و زایمان میکنه و یک انسان هم به همین ترتیب. اون چیزی که ما رو متمایز از جانداران کرده، از دیگر جانداران کرده، هوش و عقل ماست. اگر ما بخوایم در این باره صحبت کنیم، درباره هوش صحبت کنیم، یک کلیپ دیگه رو میطلبه. اینکه ما بخوایم بگیم چرا انسان نسبت به دیگر جانداران از هوش بالاتری برخورداره، این یک مبحث گسترده است. به همین دلیل اینو واگذار میکنم به یک فرصت دیگه. خب بریم سراغ داروین. چارلز داروین در اولین کتابی که منتشر کرد به اسم منشأ گونه ها به 3 نکته مهم اشاره کرد. 1. حیات دیرینه است و صدها میلیون سال گذشته که وجود دارد. 2. حیات تنها با ارگانیسم های ساده تبدیل به میلیون ها گونه امروزی گشته. 3. تمام فرایند و پروسه این گونه ها ناشی از نیروی طبیعت بوده که داروین اسم این رو انتخاب طبیعی گذاشت. اولین مورد اشاره به دیرینه بودن حیات میکنه که همه ما قبول داریم، البته به جز افراد دیندار، چون در متن دینی مسیحیت گفته شده که عمر جهان 600,000 ساله، در حالی که 65 میلیون سال پیش ما با انقراض دایناسورها مواجه بودیم.
در حال حاضر هم نظریه داروین درست مثل نظریه گالیله هست. در دوره گالیله هم گالیله باز میگفت که زمین کروی شکله، اما این نظریه به خاطر اینکه با دین ضدیت داشت محکوم به مرگ شد و برای اینکه جان خودش رو نجات بده در دادگاه مقابل کتاب انجیل زانو زد و به اشتباه خودش اعتراف کرد. اما بعدها ثابت شد که حق با گالیله بود، زمین کروی شکله. خب بریم سراغ مورد دومی که داروین به اون اشاره کرد. در مورد دوم میگه که حیات با ارگانیسم های ساده شکل گرفته و در مورد سوم داروین پیدایش و فرگشت این موجودات رو انتخاب طبیعی میدونه. یعنی هیچ خدایی و هیچ نیروی ماورایی در شکلگیری طبیعت دخالتی نداشته. خب باید عرض کنم که این 3 مورد به عنوان 3 اصل در جامعه علمی شناخته و پذیرفته شده. یعنی فرگشت یک اصل و یک حقیقته که مورد قبول تمام دانشمندان جهان قرار گرفته. تخمینی که در سال 1987 زده شده نشون میده که تنها 700 نفر از 480,000 نفر دانشمند علوم زیستی و زمین شناسی به خلقت گرایی اعتقاد دارن. یعنی 99.9% زیست شناسان و دیگر دانشمندان خلقت گرایی و طراحی هوشمند رو مردود میدونن. پس بنابراین فرگشت یک نظریه به اثبات رسیده است. در علم اگر یک فرضیه، توجه داشته باشید، اگر یک فرضیه در علم مطرح بشه و مثلا 99% صحیح باشه و 1% غلط باشه، تمام فرضیه رد میشه. پس بنابراین یک فرضیه زمانی میتونه تبدیل به نظریه بشه که به صدها روش و شیوه دقیق به اثبات رسیده باشه. اون وقت توسط جامعه علمی پذیرفته میشه. در واقع نکته مهم اینه که معتبرترین و بزرگترین جامعه علمی متشکل از 11 میلیون نفر دانشمند با هر عقیده‌ای فرگشت رو قبول دارن. انجمن علوم امریکا بزرگترین جامعه علمی با بیش از 130,000 عضو و 10 میلیون زیست شناس و فیزیکدان و اساتید دانشگاه غیر ذالک همه فرگشت رو پذیرفتن و این تئوری به عنوان یک علوم در بسیاری از دانشگاه‌ها و مدارس کشورهای جهان اولی در حال تدریسه. باید بدونید که صرفاً این وسط یه عده آدم میمونه به اسم مذهبی که باز در واقع به اونا هم گفته شده که اگر یک دلیل و سند معتبر برای رد این نظریه بیارید که بتونه مدارک و شواهد ما رو منتفی کنه، ما فرگشت رو باطل میکنیم و ابطال میدونیم. در واقع مثل اینه که شما بگید زمین کروی شکل نیست، خب برای اثبات این امر باید دلیل و مدرک معتبر بیاری. نمیشه خب بگید چون که من خیال میکنم زمین صافه پس زمین صافه. افراد دینگرا هم همینطور میگن، یعنی فقط چیزی که دین من گفته درسته پس فرگشت غلطه. حالا اگر دینش میگفت که فرگشت درسته پس فرگشت درست بود. اینجور که نمیشه چیزی رو ثابت کرد. به خاطر همین اختلاف عقاید ما آگنوستیک ها با افراد دینگرا یک اختلاف ازلی و ابدیه. ما پیرو علمیم، اونا پیرو دینن و ضمناً اگر هم بدونن حق با ماست باز این حقیقت علمی رو انکار میکنن، چون مسلماً میدونن با باور به این علم تمام زیرساخت‌ها و استراتژی دینشون نابود خواهد شد. چون میدونید فرگشت یک علم ماتریالیسته و پیدایش و گسترش حیات رو تصادفی میدونه و مادی میدونه و مرگ انسان رو با مرگ دیگر موجودات برابر میدونه. یعنی بعد از مرگ ما انسان ها یک جهان ماوراءطبیعه سفر نمی کنیم. جهان ماوراءطبیعه وجود نداره. اگر این شرایط هم وجود داشته باشه فرضاً برای یک سوسک هم باید وجود داشته باشه. پس بنابراین مرگ انسان با مرگ یک گاو
مرگ انسان با مرگ یک سگ، با مرگ یک شامپانزه، با مرگ یک ماهی هیچ تفاوتی نداره، چون که ما فرگشت یافته دیگر موجودات هستیم و به ما کمک میکنه پتانسیل و چیزی که به ما کمک میکنه در واقع پتانسیل ذهنیمون هستش که با استفاده از اون تونستیم برای خودمون رسم، قانون، آیین، مذهب بسازیم و اون رو به پای یک موجود موهوم فرازمینی بذاریم. خب از این مبحث بگذریم، بریم سراغ اعضا و ارگانیسم های بیفایده بدن که به عنوان یادگاری از دیگر اجدادمون به ما به ارث رسیده. این عضلاتی که این در واقع اعضایی که خدمتتون عرض میکنم از بدن ارگانیسم هایی هستش که در دیگر موجودات و اجداد ما بسیار کاربرد مهمی داشته، اما در ما الان بی استفاده هست. یکیشون عضلات خارجی گوشه. 3 عضله هست که در بخش خارجی گوش در سایر حیوانات نظیر خرگوش مثل سگ وظیفه حرکت دادن گوش رو بر عهده دارن که توسط این عضلات بعضیا میتونن گوشاشون رو حرکت بدن. دیگری دندون عقله. در انسان‌های اولیه به دلیل مصرف گیاهان به این دندان به وجود اومده و الان در ما یا اینکه رشد نمیکنه اون دندان و یا اینکه بی استفاده است. پلک سوم. در اکثر پرندگان و پستانداران یه لایه محافظ به عنوان پلک سوم روی چشماشون وجود داره که وظیفه محافظت از چشم و گرد و غبار رو بر عهده داره. نوک پستان در مردان اینم یک نمونه دیگه است که علائم ماندگار و یادگاری از اجداد ما. برآمدگی استخوان زیر ابرو و جمجمه. عضلات صاف کننده مو. در بسیاری از جانوران این عضلات در قاعده موهای بدن واقع شده که وظیفه سیخ کردن در واقع موهای جانور رو در هنگام بروز خطر یا برای سرما بر عهده داره تا جانور بتونه از این عضلات برای ترساندن مهاجم استفاده کنه. یکی دیگه موهای بدنه. یکی دیگه برجستگی لبه خارج گوشه که الان در تصویر مشاهده میکنید. یکی دیگه لوزه ها هستن و لوزه سوم ما. یکی دیگه دنده در واقع 13 در شامپانزه ها و گوریل ها 13 جفت دنده وجود داره، در حالی که در انسان 12 جفت و اما در 8% مردم دنده 13 وجود داره. استخوان دنبالچه است. دنبالچه در واقع قسمت پایانی مهره های ستون فقرات انسانه که یادگاری از دورانی که بشر دم داشت داره. دنبالچه مهره‌ای ذوب شده از ستون فقراته.